هلو واتس اپ گایز، چه دارید بچه ها؟ خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل من مهدی مونا هستم و امروز اومدیم با چالش کیس مری کیل. خب ویدیو از این قراره که 3 تا عکس برام میدن که قراره یکی رو بوست کنم، یکی رو بکنم و با یکم ازدواج کنم و این ویدیو صرفا جهت شوخیه، جدی نگیرید و امیدوارم که از این ویدیو لذت ببرید. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو لایک کنید، چنل سابسکرایب کنید، زنگ نوتیفیکیشن حتما بزنید روی آل، کامنت هم حتما برام بذارید و ببینم که تعداد ویوها بیشتر تعداد سابسکرایبرات. لطفاً تو که داری این ویدیو رو می‌بینی هنوز سابسکرایب نکردی، چیکار پس داری می‌کنی؟ لطفاً سابسکرایب کن تا ویدیو رو از دست نری و همین هر چه سریعتر بزنیم بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب بچه ها، ویدیو اینجوریه که عکس‌ها جوری چیده شده که همه با هم دیگه رقابت میکنن و اونایی که مسلما باشون ازدواج میکنن میان بالا و بینشون یه نفر برنده میشه از توی این همه عکس. 3 تا عکس اولی میا پلیز، مدگل و میا خلیفه که من نمیشناسم ایشونو و به دلیل اینکه نمیشناسمش ایشونو میکشم همین اول کار. لطفا پرو زندگیمونو بگو. آره، مدگل و میا پلیز. مدگل و میا پلیز جفتشون دوتا خانم خوب و یوتیوبر خوب، ویدیو دوتاشون هم خیلی دوست دارم. مدگل رو بوست میکنم و با میا پلیز هم ازدواج میکنم. کوروشان داداش معذرت میخوام. 3 نفر بعدی دنیا جهانبخش، سوگند و آنجلینا جولی. داداش نمیخونن اینا هیچ جوره به هم دیگه، ولی دنیا جهانبختو که میکشم دیگه، همه فکر کنم بدون قضیهشو. سوگند و آنجلینا جولی. خب قضیه اینجا سخت میشه. آنجلینا جولی رو که والا یه ذره سنشون بالاه ولی خب زیبان. سوگندم که والا خوانندن. سوگندو یه بوست میکنم، با آنجلینا جولی ازدواج میکنم. فکر کنم بزرگترین افتخاری که تو زندگیش کسب کرده همینه که داره با من ازدواج کنه. عکس بعدی نگین فضلی، لیلا حاتمی بازیگر و بیلی آیلیش. خب همین نگین فضلی رو که همین اول میکشم. خدافظ. لیلا حاتمی و بیلی آیلیش. والا که بیلی آیلیش رو که یک کراش ریزی دارم، مسلما با بیلی آیلیش ازدواج میکنم و لیلا حاتمیرم که یه بوست میکنم ایشونو که خدا رو خوش بیاد. و آره دیگه. 3 نفر بعدی این آقای کچلت که بازم میگم که من ایشونو نمیشناسم، این دختره بدشش و نیکا فلایی که ایشون بلاگره. این آقا کچله رو که نمیشناسم ایشونم میکشم. این فاتیرم که یه بوستی میدم به ایشون و با نیکام ازدواج میکنم. آره این نیکام خوشگله والا. 3 نفر بعدی زن پوتک، خانم یولیا، پریسا پوربلک و خانم اما واتسون. با تمام احترامی که برای آقای پوریا پوتک قائلم، این حقو به خودم نمیدم که بخوام چشمی یعنی چیزی روی خانم پوریا پوتک داشته باشم و ایشونو که میکشم. شما برو با خود آقا پوریا لذت ببرید با هم دیگه. اما واتسونم که به قیافش بخوری خانم آروم و جنتلمن و فلان. پریسا پوربلکم که والا دیدم ویدیوهاشو خنده‌دار دوست دارم. با اما واتسون پریسا پوربلک رو یه بوست میزنم و با اما واتسون هم ازدواج میکنم. خب 3 نفر بعدی. به این خانومه که اسمشو نمیدونم ولی ویدیوشو تو اینستاگرام دیدم، نیلی افشار و جنا اورتگا. والا این خانومه که گفتم اسمشو نمیدونم و میکشم. نیلی افشارم یه بوسی میزنم و با جنا اورتگا هم ازدواج میکنم که خیلی خانومه خوب و با کمالاتی هم. اگه که داری این ویدیو رو میبینی
بدون که من با ازدواج کردم و خوشحال شو و لطفا این اینستاگرام من میاد این بالا حتما من دایرکت بده. خیلی ممنون. خب 3 نفر بعدی. اینجا جالب میشه. خانم دنیا دادرسان، الناز گلرخ و کیم کارداشیان. والا من همین اول بگم که با کیم کارداشیان ازدواج میکنم، همین که به کنار، تو که برو بالا، خیلی خوشم میاد تو. دنیا دادرسان و الناز گلرخ. الناز گلرخو که مدل ایرانی هستن، ایشونو یه بوسی میزنیم و دنیا دادرسانم میکشم. البته خواننده صداشم دوست دارم، چند تا موزیکاشم گوش دادم و آره همین. ولی قضیهش اینه که اگه دختر بودی کدوم رو انتخاب میکردی؟ رضا پیشرو، ما داریم اینجا زحمت میکشیم، محسن ابراهیمزاده خواننده ایرانی و پارسالیپ. عاشقان پارسالیپ فوراور. آره خب محسن ابراهیمزاده رو که میکشم. آره بعد رضا پیشرو هم که داشتیم، رضا پیشرو هم یه ماچی بهش میزنم، بغلش میکنم، میگم که به مولا. پارسالیپ هم که اگه دختر بودم باش ازدواج میکردم، یه خفن و جذاب و صداشم که دوست دارم. آره بعدی هم داداش سخت کردی اینجا رو که حالا دختر بودم بین تتلو پوتک و بزاله تو چیکار میکنم؟ خواهد سخت شد آجی، همشون رو دوست دارم. تتلو رو که هستم خیلی، بزاله تو هم که خواننده مورد علاقمه، پوتک تتلو رو والا نمیدونم آجی. تتلو رو که با تمام احترامی که برای همه تتلیتیا و خودم هم خیلی دوست دارم، من مجبورم که تتلو رو بکشم. این دو پوتک و بزاله تو. ببین انتخاب بکنم که با یه فردی که جذابه ازدواج کنم با یه فردی که پولداره. خب بزاله تو رو که آجی خیلی دوستش دارم، مجبورم که پولیا پوتک رو یه ماچ بهش بزنم و با بزاله تو ازدواج کنم. اگه که حالا دختر بودم و من چیز نیستم، داستان ماستان نرم. آره برنده این ستام بهزاد لیتو، بهزاد جان لیتو. و آره همین بریم برای دور بعدی. نیومد یارم سر قرار، دلم دوباره شد بیقرار، دلم تو تنگه. خب دور بعدی کسایی که اومدن بالا: میا پلیز، آنجلینا جولی، بیلی آیلیش، نیکا، اما واتسون، جنا اورتگا، کیم کارداشیان و پارسالیپ و بزاله تو. 3 نفر اول میا پلیز، آنجلینا جولی و بیلی آیلیش. خب اینجا خیلی سخت شد که چیکار کنم. من میا پلیز رو که میکشم، شما برو با کوروش خیلی بیشتر به هم دیگه میای. آنجلینا جولی و بیلی آیلیش. خب آنجلینا جولی که سنش خیلی بالاه، آنجلینا جولی هم یه ماچ بهش میزنم و با بیلی آیلیش عزیزم ازدواج میکنم. آره خب 3 تا بعدی: نیکا فلایی، اما واتسون و جنا اورتگا. فولو نیکا رو که میکشم. اما واتسون هم که خیلی خانم محترم به ظاهرش بوری که خیلی محترم و فلان باشه. اما واتسون هم که یه ماچی میزنیم و با ونزدی هم ازدواج میکنم دیگه. بین کیم کارداشیان، بهزاد لیتو و پارسالیپ. نمیدونم والا چیکار کنم. پارسالیپو که میکشم و آره دیگه چیکار کنم دیگه، بکشم ادامه پارسالیپو میکشم. بین کیم کارداشیان و بهزاد لیتو حاجی موندم که الان ساید دختر بردارم یا ساید پسر، که اگه مثلا دختر بودم بهزاد لیتو یا کیم کارداشیان. والا که الان که خودم پسرم، پس بهزاد لیتو رو یه ماچ میزنم، بغلم میکنم، میگم تو داشتی بهزاد جان لیتو. و کیم کارداشیانم میاریم بالا. فینال این دوره مسابقات کیس مریکیل. 3 نفر برتر: بیلی آیلیش،
جنا اورتگا و کیم کارداشیان. خب بین بیلی و جنا اورتگا و کیم کارداشیان، والا کیم کارداشیانو که حاجی چی کار کنم؟ کیم حاجی خیلی سخت شد، خدا وکیلی نمیدونم کیم کارداشیانو بکشم یا بیلی آیلیشو بکشم یا جنا اورتگا رو بکشم. میشه بهترین سختترین تصمیم زندگیم که کدوم با کدوم ازدواج کنم. والا کیم کارداشیانو که میکشم، متاسفم. بین بیلی آیلیش و جنا اورتگا خواننده انتخاب کنم یا بازیگر؟ نمیشه دوتاشونو بگیرم آقا، قانون نداریم اصلا. کی تعیین میکنه که من کیو بگیرم؟ من میخوام دوتاشونو بگیرم آقا، نمیشه. جنا اورتگا و بیلی آیلیش. 2000 years later. جنا اورتگا هم با تصمیمات زیادی که گرفتم جنا اورتگا رو باید که بوست کنم و برنده این مسابقه بزرگ کسی نیست جز بیلی آیلیش. دست بزنید دوستش. به به خیلی خوشحالم واسه خانم بیلی آیلیش که تونستی بهترین جایزه زندگی رو دریافت کنی و با من ازدواج کنی. خیلی خوشحالم برات. و بله خب بچه ها، این بود از این ویدیو. امیدوارم که از این ویدیو لذت ببرید و لذت برده باشید. و کتابی که امروز میخوام بهتون معرفی کنم چیزی نیست به جز تکایی از یک کل منسجم. خودم هنوز نخوندمش ولی میگن که خیلی کتاب خفنی، تعریفش رو زیاد شنیدم. میرم روانشناسی، حتما برید بخونید، لذت ببرید. و منتظر ویدیو بعدی باشید. زنگوله نوتیفیکیشن حتما بذارید روی آل، ویدیو لایک کنید، چنل سابسکرایب کنید. و بازم میگم که مثلا ویدیو مثلا 50 تا بازدید خورده ولی اصلا سابسکرایب‌ها کمه. و تویی که دارین ویدیو رو می‌بینید لطفاً سابسکرایب کن و به چنلم کمک کن. خیلی دوستتون دارم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. و همین تا ویدیو بعدی فعلا میبینمتون. پیس.